درود شنوندگان گرامی، راغبان ادبیات، به توجه شما عزیزان، آثار مکمل یکی از شاعران حوزه ادبی عصر 19 بخارا، شمس‌الدین شاهین، تحت عنوان کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل بشنوید. گفتار 35. شناخت و بزرگداشت گذشتگان ملت یکی از عنصرهای افتخار وطنداری به شمار می رود. از این رو اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد رو آوردن به گذشته فرهنگ ملت در رابطه با درک مقام گذشته و امروزه تاجیکان در گسترش تمدن بشری شایسته تحسین است. شمس‌الدین شاهین از ستاره‌های درخشان ادبیات فارس و تاجیک آخر عصر 19 می باشد که نام او به واسطه نام پدرش ملا امان که از دانشمندان و مدرسان مشهور بخارا بوده است با نام کولابی علاقمند است. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک چنین فرمودند: پدر شاهین ملا امان نام کولابی است. از وطن اصلیش به نیت تحصیل علم به بخارا آمده در اینجا توطن و ازدواج کرده. شاهین در بخارا تولد یافته و کسب و کمال نموده است. گفتار در جدایی مجنون از لیلی. الله الله ز دوری گردون و از جرعه من چشی مجنون. در صدر غمش چو بار دادند، پهلوی منش قرار دادند. ما هر دو فروغ یک چراغیم، ما هر دو شرابی یک ایاغیم. یک شاهد و لیک بر رخی او، ماییم زی دو طرف دو گیسو. از بخت مگر امید نیکیست، کین رنج که می کشم شریکیست. رنجی که ز آسمان کشیدم، تنها نه به دیگران کشیدم. نی نی غلطم که آن همه غم، از خوان من است لقمه کم. گر لیلی اوست از نظر دور، لیلی من است خفته در گور. این هر دو غم از چی بیکران است، خود گو که تفاوتش چی سان است. خواهد غم من درونش خست، لیکن 2-3 سال در میان هست. کین کار بدان رسید شاید، از دفتر من ورق کشاید. تا در تنش از رمق نشانیست، انباز منش شدن روا نیست.
رفتن مجنون، روز دیگر به مکتب و نیافتن لیلی و جامه دریدن و خاک به سر کردن. ساقی قدحی شراب پر کن، اشکی من از آن عقیق دور کن. تا دیده قیس را کنم پور، در یاد عقیق لیلی از دور. لیلی چو دری سرای بربست، بی پرده درونی پرده بنشست. هر صبح که کرد طفل انجوم، پدرود ادب سرای تاروم. مجنون به ادب سرا همی رفت، دل پیش و غم از قفا همی رفت. می دید که برج هست و مه نیست، آراسته مسند است و شه نیست. می خورد درونی نیش خاموش، خاموش برون درونه در جوش. لوحش به کنار دل کناره، 30 پاره درون برون 3 پاره. حرفی که همی نمود تکرار، در معنی زلف بود و رخسار. او در سبق فراق جانان، نشکنج همی گرفتش از آن. می خواند و خبر نداشت کان چیست، آن خانه کجاست میزبان کیست. از دانه اشک و دری سفته، روی ورقش فرو گرفته. آتش به دهان و آب در چشم، اندیشه به عذر و عشق در خشم. خونش ز جگر به دیده بر شد، وز دیده به دامنش گذر شد. هر چند به نوک آستین رفت، خاک از سر چشمه ز آستین رفت. هرگز نشد آن که کمتر آید، چون چشمکی پاک شد فزاید. طوفانی بلا ز سر گذشتش، پیکانی غم از جگر گذشتش. آخر ورق از ورق جدا کرد، هر رقعه به هر طرف رها کرد. بیرون شد و خاک بر سر انگیخت، خاک از سر و خون ز دیده می ریخت. زان باد که بر سرش همی گشت، می رفت چو باد بر سری دشت. از موی چو مو ز ناله چون نال، می رفت نظارگی ز دنبال. دیوانگی چنان که دانست، می کرد چنان که می توانست. آن سنگ به دست این به دامن، آن گرم به خنده این به شیون. جمعیش ز مهر در نصیحت، قومیش به طنز در فضیحت. مجنون که به عشق داشت پیوند، نی طعنه به خود گرفت نی پند. هرچند تنش به سنگ خستند، مرهم به جراحتش نبستند. پیوستگی که داشت با یار، نگذاشت که رو کند به اغیار. آخر ز میان خلق برجست، در دامنی دشت رفت و بنشست.
رفتن مجنون به دشت و رفتن پدر به سراغ فرزند و به خانه آوردن او. آهو بره چون به کوه و در شد، زو آهوی پیر در خبر شد. مسکین پدرش به سوگواری، می کرد به تن سواد کاری. دنبال پسر چو باد می رفت، چون خامه به هر سواد می رفت. ناگه شغبی که می شنیدش، شد بدرقه رهی امیدش. چون در پی آن شغب روان شد، فرزندی نهفته‌اش عیان شد. دریافت که در گریوه کوه، تنهاست نشسته در غم انبوه. هر چشم چو چشمه روانه، خود ماهی تشنه در میانه. می نالد و می زند به دل سنگ، کوهش به فغان شده هماهنگ. یک ناله هزار بانگ گشته، یک حبه هزار دانگ گشته. این دید و پدر برفت از هوش، بگرفت سری پسر به آغوش. می شست به دیده گردی رویش، می رفت ز خویشتن به بویش. می گفت که ای فروغ دیده، آرام دهی دلی رمیده. برخیز که مادرت خراب است، و از ناله فرقتت کباب است. مپسند که ما عجوزه و پیر، بی روی تو بگسلیم زنجیر. دانی که ز دست بردی ایام، تشتی من و اوست بر لب بام. موی زنخی من و سری او، گردید سپید موی تا مو. چون سر به وساده پست مانیم، موقوفی زنخ زدن همانیم. اندوخته ایم صد جهان باغ، یک لاله تو وان همین همه داغ. این عمر که پای در رکاب است، مانند سفینه روی آب است. مگذار که بگذرد به باطیل، خود ناقه رود نبسته محمیل. گویند که زندگی عزیز است، گر زندگی این بود چی چیز است؟ هرگیز چو تو سروی نوجوانی، نارسته به طرفی بوستانی. چون بینمت از کشاکشی غم، ماننده طوقی فاخته خم. خود گوی که هیچ آفریده، رنجی که تو می کشی کشیده. من پیکرم ای پسر تو جانی، لیکن چو پدر نی ندانی. رخنه ز کمانه گر کش آید، بی پرمه تو گو چی کار آید. رنجی تو ز تو به من فزون است، گر آب شدی تو بنده خون است. گر قلیت ز تابی شعله جوشد، خود شعله به دیگ می خروشد. گر دزد ز کیسه زر باید،
تیغش به گلوی کیسه آید. بر سری شمع دامن افشود، از صاحب خانم مال و جان بود. ای شمع سرای محنت افروز، جانی من و جانی خویشتن سوز. تا چند چو شمع برفروزی، شه خفته به مسند و تو سوزی. آن را که چراغ خانه کم نیست، از سوختنی تو هیچ غم نیست. صد مثلی تو خواستگار دارد، گر خواسته ای چه کار دارد؟ گیرم که جز او دیگر نخواهی، گر مهر وگر قمر نخواهی. نشنیده ای آن که لعل از سنگ، آید به طریق سعی در چنگ. ای طالب آب زندگانی، خضری تو منم اگر بدانی. پیمودن دور ز بحر جهل است، غواص که هست کار سهل است. من دانم و جد و جهد کردن، گر ماه بود به مهد کردن. گر حور بود اگر نمیرم، آخر به کنیزی تو گیرم. مجنون چو نوید وصل بشنید، نیمه بگریست و نیمه خندید. از شوق ز جای خویشتن جست، بوسید زمین و باز بنشست. گفت ای قدمت نوید امید، مزدی قدمت بهشت جاوید. این حرف که میزنی به تخمین، ای کاش فرشته گوید آمین. عذریست که بنده بر تو خواند، باور نکنی خدای داند. این ره که بود قدم نهادن، بر تیغ برهنه سینه دادن. گر من بره چنان فتادم، از سیلی آسمان فتادم. آب است به طبع خویش خاموش، گر هست شراره میزند جوش. شبنم که به سبزه آرمید است، چون مهر دمی ناپدید است. جولاهه کتانی سخت بافد، چون پرتوی مه رسد شکافد. بنگر که عروج شاخه چون است، گر تیشه رسید سرنگون است. من نیز رهی صلاح پویم، عشقم چو عنان کشد چه گویم؟ آسوده دری بلا نکوبد، بر خار برهنه پا نکوبد. رقصد چو فلک به مستی خود، پیداست دراز دستی خود. چون عشق گرفت آستینم، نگذاشت که فرصت نشینم. آورد بدین مکان که دیدی، من نامده پیشتر رسیدی. اکنون که ز عشق دردمندم، از پند فزون شود گزندم. گر چاره درد من نمایی، بخشی به طبیبم آشنایی. گر زان که به آتشم کشانی، دنبال تو می روم تو دانی. گر تیغ زنی به گردنی من، آخر پدری نه دشمنی من. گیرم که حدیثی رفته برگشت، بازم سری کوه و دامنی دشت. گر وعده که می کنی دروغ است، خود گو که دروغ را فروغ است. می خورد پدر برای فرزند،
یک نی و دو نی هزار سوگند. چون تیر به این نشانه آمد، همراهی پدر به خانه آمد. اومدن مجنون است که همراه پدر به خانه و دیدن مادر او را و ستایش او. مجنون چو بسد خروش و اندوه، چون سیل به خانه آمد از کوه. مادر به هزار عز و نازش، می خواند تحیتی درازش. کی تازه گلی بهار خوبی، وی رونق روزگار خوبی. ای ریشه چشم و رشته جان، وی زینت کاخ و زیب ایوان. ای نقد خزینه امیدم، چتری سیهی سری سپیدم. ای گوشه کشی کمان حسرت، ناوک فگنی نشان حسرت. ای آتش خرمن جوانی، وی داغ جبین زندگانی. ای بر همه آریز و توانا، دیوانه بنام لیک دانا. چون است که خاطرت گران است، خون از دل و دیدت روان است. تیری که تو را نشانه دارد، نسبت به کدام خانه دارد. اشکی تو روان است پی کیست، واشفته دماغت از می کیست. دانم که دلت خراب عشق است، وین مستیت از شراب عشق است. اما بهلش که با تو خوش نیست، آهو چو جمازه بار کش نیست. بر خود ستمی اگر نمایی، بر ما ستمی دیگر نمایی. گر پنبه شراره برافروخت، هشدار سرای بی وزن سوخت. من نخل تو را به دل نشاندم، آبش ز دو دیده برفشاندم. افسوسم از آن که آخری کار، خود میوه تلخ می دهد بار. من مشت پر از هوای انگشت، از جای همی روم مزن مشت. مجنون که شنید حرف مادر، بگداخت چنان که موم آذر. چون موم زبان چرب بگشاد، از آذر دل زبان ها داد. کی دیده غمم به جای شادی، ای کاش چو من پسر نزادی. هر پند که می دهی پسند است، تلخ است چو صبر سودمند است. اما چه کنم که عشق سرکش، گر پند شنود می کند غش. معتاد نگشته گر خورد می، نابرده فرو همی کند قی. کاری که صلاح روزگار است، بی شرمی اگر چه شد دو کار است.
یا تن رسدم به وصل جانان، یا از تن من برون رود جان. مادر چو شنید حرف فرزند، نزدیک شد آنکه بگسلد بند. لیکن چو ندید چاره خویش، تیمار پسر گرفت در پیش. اسباب عروسی آنچه باید، پرداخت بدان نمط که شاید. با سید آمری سپردش، تا سید آمری ببردش. شنوندگان ارجمند، شما گفتار 35 را از روی کلیات شمس‌الدین شاهین در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان گفتار شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. تا برنامه‌های دیگر، روح بالیده، خاطری جمع و تندرستی تمنا می‌کنیم.